اگر دانشجویی یا کارمندی این میکاپ خوراک خودته. قبل از هر چیزی ابروهام که قاب صورت هست رو طراحی میکنم. از ژل ابروی بریستون استفاده میکنم که از نظر ماندگاری و لیفت و سفیدک نزدن خیالم راحت باشه. مقدار کمی از ژل رو برمیدارم با اسپولی تمیز و خشک. در جهت مخالف خواب ابروها ژل میزنم و بعد جهت خواب ابروها اوریب و به سمت بالا شونه کشی رو انجام میدم. تیزی های ابرو رو مرتب میکنم، میذارم ابرو خشک بشه و بعد با گوش بکن دور ابرو رو حتما تمیز میکنم. حالا ضد آفتاب میزنم به کل صورتم. بعد با یک مداد تیز اول جاهای خالی ابروم رو پر میکنم و بعد دنباله میکشم. انتهای چشمم رو مداد قهوه‌ای به حالت مثلث میکشم و سایه قهوه‌ای رو روی پف پشت پلکم میزنم. ریمل هم که پایان آرایش چشمه. زیر چشم و جاهایی که جای جوش و لک دارم رو کانسیلر میزنم و سر جای خودشون بلند میکنم. اگر دوست دارین صورتتون لیفت بشه اینجا رو باید رژ گونه بزنید. اگر میخواین صورتتون پرتر خودشون نشون بده اینجا. با همون مداد قهوه‌ای بینیم رو کانتور میکنم، خط لب میکشم و قبل از رژ لب از پودر فیکس برای روی لب‌هام استفاده میکنم تا ماندگاری رژ لب 2-3 برابر بشه. جاهایی که کانسیلر زدم رو پودر استفاده میکنم. این ژل ابروی بریستون به حدی سبک و ماندگاره که من برای بیبی هیر هم استفاده میکنم بدون اینکه ذره مو رو چرب کنه. نیازی هم به شارژ نداره چون همونطوری که استفاده کنید ساعت ها میمونه.